قیمتش 1/4 کیکوه ولی کاراییش خیلی بیشتر از اونه. به قول ادعای خودشون یه لب شیشه‌ای بهت میدن، ولی من میخوام بهت نشون بدم که چرا نباید اینو بخری. یه محصول جایگزین جذاب بخری. توی پاییز امکانه این که باد بزنه و موهامون بیاد تو صورتمون خیلی بالاست. پس تستش میکنیم. این اتفاق میافته میدونین که خیلی اعصاب خورد کنه. محصول ارزونی هم نیست. 2 تومن باید هزینه کنین و بعد این مشکلات هم داشته باشین. محصولی که میتونه باهاش رقابت کنه و حتی خیلی بیشتر برای لبتون قابل استفاده است، بگونه و پشت پلکتون هم میتونین بزنینش و اینو نمیتونین. کاملا لبامو شیشه‌ای کرد. ببین وای شاینشو ببین. خدای من این یه فرمول اختصاصی و خاص فقط برای برند نیازه. حالا تو باشی انتخابت این محصول 2 تومنیه یا این محصول که 1/4 قیمت اینه، برام کامنت کن و علتش هم بگو که چرا.